در حقیقت ما زنده‌کش مرده پرستان زمانیم. بی‌مهرترین توده در روی جهانیم. هر دم سلام بهر مکافات بگوییم، ما قدر صمیمیت انسانی بعضن حالت ندانیم. ما خسته نماییم بعضن وقت دیر غمزدگان را، از بس که زبان تیغ و زبان تیری زمانیم. رفیق یا برادر یا همسایه قفا ماند، بخندیم به حالش. این خصلت ناجا به بگذشته نمانیم. بر کمبغل ما ندهیم دستی مدد را، تنقید کنیم دیگری گرچند چنانیم. این خلطه وزنین چرا پشت من و توست؟ با این گونه توشه به کجا ما روانیم؟ و به قدر همدیگر در زنده بودن باید رسیم. بعد مردن در سری تابوتش، در سری گورش گریستن ها چه سود؟